صداتون 3 به 5. صدا منو چند میگیرید؟ صدای شما رو 5 بگیرم. الان چی رو نگه داشتید؟ جولیت به اضافه 350 درجه. بله، گردش به چپ برای 250 و برو برای جولیت. برای جولیت 250. 250 برو برای جولیت. راجع جولیت. 4 فروند هدف ارتفاع 15000 بارون سنندج هستن، مشغول بمبارون. راجع سر. بیرینگ 270 شما هستن، 30 مایل. راجع سر. سمت 250 رو کال کن و جولیت رو اطلاع بده. راجع 250 هستم برای جولیت. متشکرم. هدف ها حالا بیرینگ 285 هستن، 20 مایل شمال شرق سنندجن. راجع سر. شما همچنان 250 رو داشته باش. 4 تا دیگه به فاصله 30 مایل پشت سر همینا برای بمبارون میان. راجع سر. هیچ گونه اینترسپتوری رو من تایید نمی کنم، اینا یقینا از نوع بمبرن. راجع سر. الان 80 تا به راستتون، 30 تا به راستتون هستن، فاصله 18 مایل. راجع. 250 رو داشته باش. راجع 250. رادیو چک. 5. بله، 4 به 5 میگیرم. گردش به راست کن. 290 ساعت 12 دقیقه، فاصله 13 مایل. راجع 290. اعلام کن برای جولیت به علاوه 2. الان تو پهلوی چپشون هستی، تعدادشون الان 4 تا در گردش به راست هستن، ارتفاع بالای 20 تا. اگه تماس قطع شد گردش به راست کن، 90 تا کلم کن برای جولیت به علاوه 1. راجع. تعدادشون 4 تا تو پهلو چپشون هستی، ارتفاعشون الان بالای 20 تاست. فاصلتون 6 مایله. سمت چیه؟ برای که به چپ بکن سریع برای 220 درجه، پشت سرشون میفته 5 مایل. سرعت سریع، سرعت برای که به چپ سریع. صدا منو گرفتی؟ میشنوی؟ راجع. سریع برای که به چپ بکن 180. داره از سمت راست 270 بهت نزدیک میشن. داریدشون الان سمت راست فاصله 3 مایل. چیزی دارید؟ داریدشون؟ برای که به چپ کن برای 90. دیسینکو برای جولیت. بله، برای که به چپ بده ادامه بده برای 330 درجه. داری چیزی؟ برای که به چپ بکن 330 درجه، 10 تا به چپ، 2 تا بمبر ارتفاع 16000 پا. 330 درجه تو پهلو چپش هستی، فاصله 4 مایل، تعداد 2 تا 780. الان به ادامه چپ بده 270 تو پهلوشون هستی، 10 تا بالا رو نگاه کن. فاصله 3 مایله. داری؟ راجر بعد از زدن بره که براست بکن 90 دیسنت کن به مینیموم آلتیتود. تو پهلو چپشون هستی، الان در گردش به راست، فاصله حدود 2 مایله. نتیجه درگیری رو بده. میشنوی؟ متشکرم. الان ساعت 6شون هستی، فاصله کمتر 2 مایله. تهدیدی دیگه نداری، اینا استراک بودن و بعد از اینکه حمله کردن دارن برمیگردن، سرعتشون حدود 400 تاست. 41 کاروان رادیو چک. 41 کاروان. 41 موقعیت رو دارم، ادامه بده 90. هدف رو زدی؟ چی گفتی؟ من شنیدم، گردش براز کن 90 و مینیموم آلتیتود ادامه بده بیا تو. بله، احتمالا زدی چون حرکتی نداره. موفق باشی، متشکرم، ادامه بده. 2 تا زدی یا یکی؟ متشکرم. 9
سرت. متشکرم از همکارید. یه دونه میراش همین موقعیت من فیدشو دارم، الان بدون حرکت و صفحه من مونده. دست درد نکنه قربان. درود به شما قهرمانان جمهوری اسلامی.